سلام دوستان، بعد از تدریس کامل ابزار کالر ریپلیسمنت توی جلسه قبلی، البته تو اون ویدیو هم بهتون گفتم که برای تغییر رنگ روش‌های زیادی هست که حالا بریم جلوتر آموزش بهتون میدم. اما تو این جلسه میخوام یک تمرین خیلی ساده و کوچولو رو برای کالر ریپلیسمنت اجرا کنیم. ارشک هستم از کانال گرافیک 21 یوتیوب. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما دوستان. یک دوپلیکیت از این لایه میگیرم که روی ناخونم بخوام کار بکنم. تخت رنگ فورگراندم یه مقدار تیره تر میکنم، حالت بنفش زوم میکنم روی این قسمت و توی ابزار کالر ریپلیسمنت میام این قسمت هیو رو انتخاب میکنیم و اینا رو هم همین حالت میذاریم، اجمون رو هم میذاریم باشه و شروع میکنیم کشیدن. اگر یه جاهایی دیدید اینجا در رفت میتونید ماسک کنید و با براش بیاین اون قسمت رو پاک کنید. هاردنستون هم بیارید بالا که این قسمت هایی که اگه وقت دستتون در رفت رو پاک بکنید. به این شکل کارتون لطمه نبینه. دو مرتبه برمیگردیم تو همین قسمت و ادامه کار رو با ابزار کالر ریپلیسمنت ادامه میدیم. البته گفتم، باز هم تکرار میکنم، روش های زیادی وجود داره برای این کار. حتی ما میتونستیم همین هم الان رو سلکت کنیم، رو سلکت انجام بدیم، ولی دیگه اینجا فایند اجو زدیم که بیرون نزنه. اگه یه وقت دستمونم لغزید رفت روی پوستش که گفتم میایم از ماسک استفاده میکنیم. حالا لینک درس آموزش ماسک کردن رو هم براتون میذارم که خودتون حتما دیدین دیگه. مثل این قسمت که الان یه مقدار زد دو مرتبه بیرون، میبینید اینجا زد بیرون، یه خورده پوستش رو حالت بنفش کرد. من میتونم بیام تو حالت ماسک و از براش استفاده بکنم و اینجا رو پاک بکنم با مشکی. تخت رنگ فورگراندم رو مشکی میکنم و اینجا رو پاک میکنم. بیشتر برای اینکه درسای دیگه‌مون رو هم یه مرور کرده باشیم. دو مرتبه میام تو لایه خودم با کالر ریپلیسمنت. من میتونم بیام با ابزارهای سلکشن، مثلا کویک سلکشن، اینجا رو یه سلکت ایجاد بکنم. به این شکل. حالا روی سلکشن چیکار کنم؟ بیام رنگ رو بریزم. دیگه مثلا لبای کارمونم بیرون نزنیم. یه کنترل دی سلکت. به این شکل شما میتونید راحت کارو رنگش رو تغییر بدید. حالا برای چشمش میتونم سویچ کنم، تخت رنگ فورگراندم رو سبز بکنم و این بار مثلا بیام از کالر استفاده بکنم به این حالت. باز اینجا میتونیم اگه یه وقت بیرون زد به این شکل بیایم پاک کنیم.
میتونم الان یه خورده هاردنس هم بیارم پایین تر که اینجاها رو هم یه خورده نرم بکنیم، تدریجی باشه، یهو کراپ نشه. این هم یه تمرین ساده برای این جلسه. حالا توی درسای بعدی هم باز روی تغییر رنگ و اینا حرفه‌ای تر کار خواهیم کرد. تا ویدیوهای بعدی، قربون همگی، خدا نگهدارت.